بسم الله الرحمن الرحیم. انجینیر عبدالرحیم عادل هستم. در برنامه حاضر بخیر طریقه کنکتور زدن RJ45 را با هم کار میکنیم. البته استاندارد B و نوع استرایتورو را با هم کار میکنیم. به خاطر کنکتور زدن RJ45 تولز یا وسایلی را که ما نیاز داریم کتینگ یا قطع کن است، کرمپینگ تولز است، به خاطر امتحانش کیبل تستر است، خود کیبل کت 5 یا کت 6 همراه کنکتور RJ45. ما و شما شروع میکنیم بخیر امتحان ما را. کیبل ما از قبل کنکتور زده از هر دو طرفش، یک طرفش ما برای امتحان قطع میکنیم و مجددا کنکتور میزنیم. قطع کنیم ما را میگیریم، یک طرف کیبل کنکتورش قطع میکنیم. کنکتور ما قطع شد. قسمت استریپر یا پوست کن کرمپینگ تول کیبل ما را قرار میدیم، فشار میدیم تا قسمت خودش قلف میکنه یا لاک میکنه. این را یک دوره یا دو دوره دورش میدیم. بعد از اینکه دورش دادیم پوست میشه. پوستش پس میکنیم. لایه های بیرونی یا محافظه های بیرونی کیبل را کلش پس میکنیم مکمل. اینا چیزایی است که نیاز نیست، بعد از کنکتور زدن نیاز نمیشه. این را قطعش میکنیم، کیبل ها را از هم جدا میکنیم و محافظ داخلیشان قطعش میکنیم. محافظ داخلیشان قطع میکنیم چون نیاز ما نیست. کیبل ها را به اساس رنگ یا کلر کد منظم میکنیم. اولین رنگ یا اولین کلر ما که است نارنجی و سفید است. کیبل ها با هم تابیده است، اینا را از هم جدا میکنیم و تابیدگیشون راست میکنیم تا به راحتی داخل کنکتور داخل شود. رنگ بعدی که است رنگ سبز و سفید است. رنگ سبز و سفید را منظم میکنیم، راستش میکنیم تا داخل کنکتور به راحتی داخل شود. رنگ بعدی که است رنگ آبی است. رنگ آبی را منظم میکنیم. رنگ بعدیش رنگ آبی و سفید است. این را منظم میکنیم. رنگ بعدی رنگ سبز است. رنگ سبز هم راست میکنیم. بعدش رنگ قهوه‌ای و سفید است. رنگ قهوه‌ای سفید هم راستش میکنیم و آخری که است خود قهوه‌ای است. اینها را پالوی هم قرار میدیم. همراه دست ما خوب صحیح اینا را چی میکنیم؟ منظم میکنیم تا به راحتی داخل کنکتور داخل شود. قسمت آخری چرا کیبل را با دست ما کم فشار میدیم تا خود این تارهای داخلی یا رشته های داخلیش صاف کنه. بعد از اینکه اینا صاف شد اینا را همراه قسمت قطع کنی کرمپینگ تول قطعش میکنیم، اضافیش قطع میکنیم. خب فعلا ما کیبل ما رو منظم کردیم، اضافیش قطع کردیم. بعدش کنکتور RJ45 را به این شکل که دندانهایش طرف بالا باشه و کیبل را به این شکل که رنگ نارنجی و سفید طرف دست چپ باشه و رنگ قهوه‌ای هم طرف دست راست ما باشه. به این شکل داخل کنکتور قرار میدیم. خوب داخل کنکتور فشار میدیم تا یک قسمت پوشی کیبل هم داخل چی شود؟ داخل کنکتور. این طرف که از قبل کنکتور زده شده ببین خیلی محکم است. یک زمانی اگر کنکتور شورا میخوره کیبل آسیب نمیبینه. به او خاطر ما و شما کیبل را خوب دقیق فشار میدیم تا داخل کنکتور یک قسمتی از پوششان داخل شود. بعد بدون حتی کیبل تستر میتونیم با چشم ما ببینیم که کیبل ها تا آخر رسیده و نوکای کیبل اگر کامرا درست گرفته باشه اینجا معلوم میشه.
نوکای کیبل با چشم دیده میشه. همین که ما و شما نوکای کیبل کلش 8 رشته را با هم نوک دیدیم، یعنی که کیبل درست است و تا آخر رسیده. بعدش امرای کرمپینگ تولز ما پرس میکنیم یا فشارش میتیم تا کنکتور ما کارش شوه تمام. ایره در قسمت چی؟ در قسمت کرمپینگ تولز ما قرار میتیم، در قسمت و کرمپینگ تولز ما را فشار میتیم. فشار داده شد، کنکتور ما شد تمام. یادتان باشه که هر دو طرف کنکتور یک تایپ است، یعنی اگر هر دو کنکتور را پالوی هم قرار بدیم، نارنجی و سفید طرف دست چپ و رنگ قوایی هم طرف دست راست ما قرار میگیره. بعد از اینکه کنکتور ما زده شد، به خاطر امتحانش، به خاطر اینکه ما اطمینان حاصل بکنیم، کیبل تستر را میگیریم، یک نوک کیبل در این قسمت کیبل تستر قرار میتیم و سر بعدی کیبل را در قسمت بعدی کیبل تستر قرار میتیم. بعدش هم این دکمه کیبل تستر را فشار میتیم. اگر کیبل ما و شما مشکل نداشته باشه، چراغ آبی که کانکتد نوشته است روشن میشه و همچنان هر 8 رشته چراغاش روشن میشه، یعنی که مشکل نداره، اینا با هم وصل است. اگر شما میخواین نوع کنکتور زدن یا طریقه کنکتور زدن استاندارد را به دقت و منظم یاد بگیرین، این ویدیو را باید چندین بار ببینین و با خودتان تمرین و تکرار بکنین. تا برنامه بعدی و جلسه بعد، خدا نگهدارتان، موفق باشین.